سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. ماجرای سیاسی، سخنرانی پرزیدنت قرقیزستان با خریطه‌ای که در آن وارخ به تاجیکستان پیوسته است. کودک 4 ساله تاجیک در روسیه از قبط سیم بنا افتیده زنده ماند. دو منصبدار را در پنجکین برای مستی 36,000 سامانی جریمه بستند. خواهش بران از همه بیایید دیگر به عبدالرازق نرسید، توانید کمکش کنید. افتتاح مرکز سودای سیام مال و کاخ پرفینان در دوشنبه. پیشگیری از قاچاق 1 تن قند و قندلات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. حبس یک جوان در دوشنبه برای با خود گردانیدن کرد و دوبینکه. و اکنون تفصیلات خبرها. در قرقیزستان استفاده یک خریطه جغرافی که در آن جماعت وارخ تاجیکستان نه به شکل انکلاو بلکه با قلمرو این کشور همسایه پیوست تصویر شده است به یک ماجرای سیاسی پیچید. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 20 نوامبر در یک چهره‌بینی به مناسبت روز کارمندان پروکراتوره در تالار انسای در قرارگاه الو ارچه در پس منظر این خریطه جنجالی سخنرانی کرده است. ویدیوی این چهره‌بینی در یوتیوب نشر شد و برخی کاربران با دقت قرقیز اهمیت دادند که در خریطه الکترونیکی هنگام سخنرانی جباروف در دیوار صحنه آویخته شده بود، جماعت وارخ که در درون قلمرو قرقیزستان در مانده است در این خریطه به قلمرو باقی مانده تاجیکستان پیوست کرده شده است. مسئله مرز اطراف وارخ یک مسئله خیلی اساس بین تاجیکستان و قرقیزستان باقی میماند و علاقه چندین بار به مناقشه‌های خونین آورده است. به این دلیل بسیاری ها در قرقیزستان از پرزیدنت جباروف طلب کردند که مسئله را شرح بدهد. به عقیده آنها با استفاده این خریطه قرقیزستان عملا راهی را که باید از وارخ تا مرز تاجیکستان ساخته شود همچون قلمرو این کشور همسایه اعتراف کرد. یادآور می‌شود ماه می سال جاری در پی مناقشه خونین‌ترین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از جمله در مرز وارخ دو کشور جهت مشترکاً ساختن راه خواجه اعلی وارخ توافق کردند. بعد آنکه این خریطه بحث‌های گرم را به وجود آورد، ویدیوی جنجال برانگیز را از یوتیوب کور کردند و شام 20 نوامبر پروکراتور گنرالی قرقیزستان مجبور شد که مسئله را شرح دهد. در این اداره گفتند که بند را برای چهره‌بینی بخشیده به روز کارمندان پروکراتور به یک شرکت خصوصی فرمایش داده بودند. نفران مسئول مسئله‌های تشکیلی را برای خنک نظری جزا خواهند داد. وعده دادند در این اداره جماعت وارخ که از لحاظ حدودی به شهر اسفرای ولایت سغد تاجیکستان تابع می باشد با حدود 30,000 اهالی سراسر تاجیک در درون قلمرو قرقیزستان در مانده است. ساکنان وارخ برای سفر به اسفره و دیگر منطقه های تاجیکستان مجبورند 2 دفعه از مرز قرقیزستان عبور کنند. هر باره که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه رخ می‌دهد یگانه راهی را که وارخ از طریق دیغه مرزی خواجه اعلی به تاجیکستان میبندند و ساکنان وارخ در محاصره قرار میگیرند. جانب تاجیکستان پیشنهاد دارد که از خواجه اعلی تا وارخ راهی ساخته شود که از دهه‌های قرقیزنشین عبور نکند و رفع او توسط این راه آزادانه صورت بگیرد. ساکنان نویه بادکند و برخی مقامات قرقیز این پیشنهاد را قبول ندارند. شعبه تفتیشات شهر پریازیورسکی ولایت لنینگراد روسیه به سنجش حادثه استرزه قبط سیام بنای استقامتی افتادن و جراحت برداشتن یک کودک از عائله مهاجران تاجیک شروع کرده است. این حادثه روز 19 نوامبر ساعت تقریبا 14:30 در یک بنا در کوچه سنترال نیای شهرک گروموو روی داده است. گفته می شود پدر این کودک 29 سال داشته ماه مارت از تاجیکستان به روسیه به جستجوی کار آمده است. روز 18 نوامبر همسر 25 ساله او همراه پسرشان سال تولدش 2017 نیز از تاجیکستان به اینجا می آیند و منزل را در شهرک گروموو به اجاره می گیرند. روز 19 نوامبر همگی یک روز بعد از تاجیکستان آمدنش کودک بر روی تیرزه خانه برآمده توری را که به ضد خاموشکا گذاشته بودند زیر می کند ولی تور به وزن کودک تاب نآورده کنده می شود و کودک همراه تور به زمین می افتد. ریاست تفتیشات ولایت لنینگراد خبر داد که در حال حاضر کودک در بیمارستان قرار داشته و وی کمک طبی رسانیده می شود. رسانه‌های محلی خبر دادند که طفل مهاجران تاجیک را در بیمارستان ولایتی در شهرک پتربورگ بستری کردند و طبق تشخیص طبیبان این کودک
از قسمت سرش جراحت وزنی برداشته، ششش هم آسیب دیده است و ستون موره شکسته است. این اویله مهاجران تاجیک که دچار چنین فلاکت شد در گروموو مثبت توصیف کردند. در گروموو حدود 800 نفر زندگی میکنند. این شهرک در حدود ناحیه پریازیورسک در تقریبا 130 کیلومتری شمال شهر سنت پترزبورگ در نزدیکی ساحل کول لادوگا جایگیر شده است. دادگاه شهر پنجکент روز 8 نوامبر رهبر اداره دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول این منطقه داداجان عبدالبصیر و سردار شعبه به قیدگیری این اداره فاروق کاملوف را برای در حالت مستی راندن ماشین 18,000 در مجموع به مبلغ 36,000 سومانی جریمه بسته برای 5 سال از حق رانندگی محروم کرده است. قربان رحیمزاده سردار بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجکент به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد که شب 16 به 17 نوامبر ضمن سنجش کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی معلوم نمودند که داداجان عبدالبصیر در حالت مستی ماشین فاروق کاملوف را رانده است. به او و صاحب ماشین پروتکل ترتیب داده شده بر اساس آن سود جریمه تعیین کرد. مرافعه روز 18 نوامبر دایر شده دادرس داداجان عبدالبصیر رهبر اداره دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول را برای در حالت مستی راندن واسطه نقلیات و فاروق کاملوف سردار شعبه این اداره را برای به کس دیگر و آن هم در حالت مستی واگذار کردن واسطه نقلیات گناهکار دانسته هر دو را جریمه بسته است. داداجان عبدالبصیر از شر این مسئله در صحبت با سپوتنیک خودداری کرده است. اخیراً شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت خبر داد که ماه سپتامبر سال جاری در دوام 20 روز عملیات مدنیت شهرداری 40 مورد راندن واسطه نقلیات از جانب راننده های مست را آشکار کرده برخی این رانندگان را تا 15 شبانه روز به حبس مأموری کشانده و یک قسم دیگر را از حقوق رانندگی محروم کردند. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت میگوید دوام 9 ماه سال 2021 در راههای این ولایت در مجموع 167 صدمه ثبت شده است. بر اثر آنها 77 نفر هلاک گردیده 162 تن دیگر جراحت جسمانی برداشتند. در تاجیکستان برای در حالت مستی راندن ماشین از سال 2017 جزای شدید جاری کرده شد. برای چنین قانون شکنی ها همچون جزا حبس مأموری به مهلت تا 15 شبانه روز، جریمه های هنگفت و همچنین محروم کردن از حق رانندگی به مهلت از 6 ماه تا چند سال پیش بینی شده است. ولی در صورت به صدمه های مرگاور راه دادن رانندگان مست آنها به مهلت طولانی روانه زندان خواهند شد. طبق 2 بند 4 و 5 که سال 2017 به ماده 212 کودکس جنایتی تاجیکستان وارد کرده شد، اگر صدمه باعث مرگ یک نفر شده باشد رانندگان مست را می توانند به مهلت از 5 تا 10 سال و اگر صدمه باعث مرگ 2 نفر شده باشد به مهلت از 10 تا 20 سال محکوم به زندان می کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. بران رهبر کانال اولاد میدیا و پرودیوسر امکنون سابق عبدالرزاق روز 20 نوامبر در یک پیام کوتاه ویدیویی از همه خواست که به این بحث‌های خیلی داغ شده در اطراف ماجرای بین او و عبدالرزاق نقطه تمام گذارند. Ассалому алайкум бародаро, рости гап айхом бедор шудам. Дидам ки олиам бисёр аз сторис оиди танқиди Абдурозиқ. Бародарҷоно, илтимос бием бас кинем, бием дига сторис накунем, барои ки слишком бисёри бад шид ва мазиқ шидестам ки ҳам додара ҳамаамқа танқид кардеста. Илтимос бародаро, ма видеоро ба ӯ хотире накардам ки мақсад ҳамамон дар болош чапа шавем. Ма просто обиднам шуд ки 3 сол ма меҳнат кардам, нав реалне вақти кор кунем шид ки ҳам хеле кор шид. Таваккалш бахдо ҳарчи бод обод, ма барои ӯ видео кардам ки мара дар уҷа танқид кардан, таҳқир кардан, угрожат кардан, гуфтан ки намеrai маҳкам некунем фалон кор. Не ки гузашт рафт ҳамаш бием бародаро тонем дастгирӣ кунем, натонем нарасем ҳамун додара. Агар ман хайп мехостум нашуд ҳам тема, оли 10 та видео буд дар ютубам. Дига ягон видео намебурам ва дига ягон видеоам дар ютубам нест ғайри ҳамун. Таваккалтон вақтдор Аҳмад. گفت بران در پیام ویدیویی. بران شب 17 نوامبر با نشر یک ویدیوی 43 دقیقگی اعلان کرد که از همین روز عبارتاً عبدالرزاق دیگر با ما نیست. او به برادران تاجیکش خیانت کرد. بران گفت عبدالرزاق و پدرش به دعواهای آسمانی عربها
از جمله یاسمین نامزن فریفته شدند که گفتند برای عبدالرزاق در دبی خانه میخرند. در ویدیو بارون صحبت‌های تلفنیش با پدر عبدالرزاق را هم نشر کرد که چگونه پدر عبدالرزاق را هشدار می‌دهد که پسرش را پرودیوسرهای عرب فریب داده ایستادند، ولی بارون نمیتواند روزگی پدر عبدالرزاق را به دست آورده وی را از دبی به دوشنبه برگردانده بیاورد. در نهایت بارون مجبور شد که خودش تنها به عبدالرزاق برگردد و اعلام کند که راه‌های آنها دیگر از هم جدا شدند. عبدالرزاق در پاسخ با نشر چند ویدیو بارون و اولاد میدیا را به تخلف در معاملات پولی گناهکار کرد و گفت در این 3 سالی که با بارون بود به وی همگی 1% درآمدی که به دست می آوردن می رسید. نمیدونم چی بگم. الله عزیز خودش میدونه کیا بزنه. یا پلیستیشن نمیخه نشون دادستم که چند بار نشون دادم. پلیستیشن ما قریب 1 هفته 2 هفته در خونه گشتم، 1 بار در خونه ندیدم. کنی آیپاد ما پلانشتم، کنی ماتبوک در دست ایش در دست اوش 1,000,000 روبلی برای بای منو حسبی نشدن در دست یکی بارون. 100% ما گارانتی میتونم دست یکی بارون گرفت. کنی اون پلو 100,000 دیگه آخران بار مسکو رفتیم 120,000 سومونی با تاجیکی 120,000 سومونی در کارت اکای شورات گرزوندن. کنی اون پول، کنی دیگه پلو همش در دست شما. الله مهربان میدونه کیا بزنه کیا وای کند. من همه قصال هیچ نگفتم، من یکم بدی نکردم. الله میدونه کیا بزنه. گفت در یکی از ویدیوهایش عبدالرزاق یک آوازخوان جوان زاده پنجکیت است که 17 سال و همگی 1 متر قد و 17 کیلو وزن دارد. او با سرودخوانیش در بازار پنجکیت نام برآورد و 3 سال پیش بارون عبدالرزاق را به دوشنبه آورد. ترانه‌هایش را توسط استودیوی کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. حالا ترانه‌های عبدالرزاق در یوتیوب هر کدام تا چند میلیون تماشابین جمع می‌آورند. شهرت این آوازخوان نورس تاجک 2 ماه پیش در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان خسبالا به بیرون از تاجیکستان راه یافت. آن جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرزاق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت می‌کنند. ماه آگوست مقامات امارات متحده عرب به عبدالرزاق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. ماجرای بین عبدالرزاق و بارون جامعه را چند تقسیم کرد. گروه بارون را مذمت میکردند که شاگردش پرانچک شده است و باید به او فوتیه میداد و کار را چنین به جنجال نمیکشید. گروه دیگر از عبدالرزاق انتقاد میکردند که به نمکدان توف کرد و با چنین شیوه رفتار برکت نمییابد. اما روشنفکران تاجک را این چیز به حالت شوک انداخت که مردم برای اینکه ماجرای بین بارون و عبدالرزاق به کجا میرسد بیشتر اظهار تشویش میکردند و غم میخوردند تا به سرنوشت سردفتر ادبیات معاصر تاجک صدرالدین عینی قرار معلوم. در همین شب و روز اوج جنجال بارون و شاگردش مسئله کوچاندن آثارخانه عینی هم در بین افتاده بود. روز 19 نوامبر با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی مراسم افتتاح مرکز سودا و خدمت رسانی و فراغتی 30 مول و مجموعه خدمت رسانی کاخ پارفنون دایر شد. این 2 مرکز مربوط به شرکت اویستو گروپ در محله 65 در نزدیکی بازار سخاوت در حدود سابق کابینت نامپذیر دوشنبه جایگیر کرده شدند. 30 مول از 3 آشیانه عبارت بوده. میدان عمومی آن زیاده از 3.5 هکتار را در بر میگیرد و بنای انشاءات در مساحت 24,000 متر مربع ساخته شده است. در بنای 30 مول 86 نقطه سودای تجارت، خدمت رسانی، تالار و مغازه و مرکزهای دلخوشی و فراغتی فعالیت میکنند. گفته شد که در این فروشگاه نو تقریبا 700 نفر با جای کار تامین میشوند. ساختمان 30 مول سال 2019 آغاز یافته. آن عملاً بزرگترین فروشگاه زمانوی در دوشنبه و تاجیکستان به شمار می رود. مجموعه خدمت رسانی کاخ پارفنون که با پیروی از صنعت معماری یونانی بنیاد شده است در مساحت 1400 متر مربع جایگیر شده. در حوله بین مرکز 30 مول و کاخ پارفنون با نقش و نگار معماری ملی و فواره دلربا بنیاد شده است. در کاخ پارفنون 50 نفر صاحب جای کار خواهند شد.
مرزبانان قرغز روز 20 نوامبر در مرز نویه لیلک با ولایت سوغد تاجیکستان از کوشش قاچاق بیش از 1 تن قند و قندلات پیشگیری کردند. بنابر اطلاع مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرغزستان، مرزبانان قرغز روز 20 نوامبر یک ماشین تمغه مرسدس سپرینتر را در راه مرغون ارقه در حدود نویه لیلک منع کردند، ولی راننده ماشین شهروند 30 ساله قرغزستان به امر مرزبانها اطاعت نکرده با سرعت بلند از نزد مرزبانها گذشته فرار کردنی شده است. مرزبانها مجبور شدند که اول به هوا و سپس به سوی چرخهای ماشین تیر کشند و آن را منع کنند. هنگام کوفتکوف از بردان ماشین بیش از 1 تن قند و قندلات پیدا کردند. راننده که این بار از تاجیکستان به قرغزستان می آورد برای این محصولات یگان حجت نداشته است. بعد ترتیب دادن پروتکل راننده را بازداشت کرده ماشینش را با محصولات قاچاقی برای تفتیشات من بعد از وی گرفتند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز ناحیه‌های بادکند و لیلک قرغزستان با جماعت شهر اسفره و ناحیه غفور و تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز اسفره و ناحیه باباجان غفورov با ناحیه بادکند و لیلک 55 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه سینا با عریضه زن 61 ساله ساکن ناحیه مومن‌آباد مراجعت نمود است که 7 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 16:00 پسر نابالغ 16 سالش را در کوچه نخیموف پایتخت شخصان نامعلوم به یگان اساس لطوکوب نموده کورتکش را به طور آشکارا از تنش کشیده گرفته به سمت نامعلوم غیب زدند. ضرری رسانیده شده 200 سامانی را تشکیل داده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوانان 18 و 19 ساله ساکنان پایتخت که پیش با ماده‌های 237 254 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شدند، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. اکنون به این 3 نفر بر اساس قسم دویم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غارتگری گروهی از 5 تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. تفتیش حادثه مذکور ادامه دارد. مرکز مطبوعات میلیشیای دوشنبه خبر داد که اخیراً در جریان یک عملیات شهروند حاجی طلبک سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر کولاب ولایت ختلان دستگیر کرده شده از او 1 عدد کارت و دوبینکه خودساخت آهنین مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت به حاجی طلبک پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. با قرار دادگاه او به مهلت 7 شبانه روز به حبس مأموری انداخته شده است. مقامات میلیشیای پایتخت تاجیکستان اینک 3 سال باز در دوشنبه عملیات کرد میگذرانند. مقامات میگویند این عملیات به نتیجه های نظررس نائل شد و حالا شماره آنهایی که در پایتخت با خود کرد یا دیگر نوع‌های سلاح سرد میگردانند و همین طور شماره جنایت‌ها با استفاده از چنین سلاح‌ها خیلی کم شده است. ولی مثال حاجی طلبک نشان می‌دهد که چنین حالت‌ها تا حال جای دارند. راهبران میلیشیای دوشنبه از تمام کلانسالان، پدر و مادران، مسئولین مقامات در تربیه نابالغان منفعت‌دار و آموزگاران خواستند که نظارت و تعلیم و تربیه را نسبت به فرزندان خود پرزور نموده نگذارند تا نورسان و نابالغان کرد و دیگر نمود پردمیت‌ها به صفت سلاح سرد استفاده شونده را با خود گردانیده دست به عمل و کردار ناشایسته زنند. به عقیده مقامات میلیشیا تجربه تفتیشاتی نشان می‌دهد که در صورت با خود گردانیدن کرد از جانب نابالغان و جوانان و پیدا گردیدن عادی‌ترین بحث و مناقشه عاقبت به جنایت‌های وزنین حتی تا به کشتار آورده می‌رساند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
пайгирӣ намоед. www.bomdod.com. хуш бошед.